پیشتر از امضای فرمان، ولادیمیر پوتین در جلسه حکومت روسیه پیشنهاد درباره اعلان روزهای غیرکاری را قبول کرده و گفت تدبیر مذکور برای پیشگیری از سرایت با سرعت کرونا ویروس نو ضروری است. حالا بسیار مهم است پیشراه موج نوی اپیدمی را بگیریم. با نظرداشت وضع پیش آمده، پیشنهاد برای اعلان روزهای غیرکاری در سراسر کشور و پرداخت مزد کار از 30 تا 7 نوامبر را دستگیری میکنم. ولادیمیر پوتین همچنین گفت بعضی از منطقه‌های روسیه که کرونا ویروس در آنها با سرعت پهن می شود می توانند زودتر روزهای تعطیل اعلان کنند. روسیه از نظر مرگومیر از بیماری کووید 19 در اروپا در جای اول و در جهان در مقام چهارم قرار دارد. در این کشور تاکنون بیشتر از 226,000 نفر از این بیماری فوتیدند. در روسیه تنها در یک شبانه روز گذشته بیشتر از 34,000 مورد نوی سرایت کرونا ویروس ثبت شده است و بیشتر از 1030 نفر بر اثر بیماری کووید 19 فوتیدند. در میان بیماران مهاجران کره تاجیک هم هستند. یکی از سبب‌های اوج گرفتن بیماری کووید 19 را در صورت کندی واکسن زنی در میان مردم در روسیه نامیدند.